بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده، ما در حلقه هایی که درباره سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت میکردیم یک چند فکت های آوردیم درباره یهود و صلح کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم با یهود در مدینه و درباره وثیقه مدینه یا که حجت مدینه یا که دکلاراسیون مدینه صحبت کردیم که پیامبر اسلام علیه السلام از اول میخواستند به همه به تنجی و آرامی زندگی کنند، لیکن متاسفانه برخورد یهود با پیامبر صلی الله علیه وسلم برخورد بده بود. در دوره اول یهود علیه پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط جنگ رسانه‌ای میبرد. جنگ رسانه‌ای معنی اون که پیامبر را تکذیب میکرد، مسلمانان را در دینشون شک می آورد، شبهه می آوردند، وسوسه میکنندند مثلا بعضی مسلمان ها را و بین مسلمان ها دسیسه و توطئه میکردند تا اینکه چیزهای قبیلوی آنها را پیدا کنند، محل چیگی را پیدا کنند، ملت چیگی را بین آنها پیدا کنند تا اینکه بینشون مشکلات ایجاد شود. این جنگ رسانه آنها البته تا حد شاید موفق شدند. مثلا قریب بود که فتنه بین اوس و خزرج شود وقتی که یهودی آمد و آنها را به جنگ 100 سال پیششون یادآوری کرد. قریب بود که شمشیر کشی میشد، لیکن پیامبر علیه السلام دخالت کردند و مانعی یعنی ایجاد فتنه شدند. دوره دوم باشد بعد از جنگ بدر شروع می شود، وقتی که مسلمان ها در جنگ بدر غالب آمدند. خب در درس سیر گذاشته بودیم که با سه گروه یهود، بنی قینقاع و بنی نضیر و بنی قریظه، پیامبر علیه السلام چی امضا کردند؟ عهدنامه امضا کردند که اونها شهروندی کامل الحقوق دولت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. خب بعد اون که در جنگ بدر مسلمانان غالب آمدند، یکی از صحابه پیامبر میگذشت که یه مرد از بنی قینقاع به یک اسلوبی طنز و اسلوبی پیچینگ به طور تاجیکی گفت که شما ما رو مثل قریش فکر نکنید. قریش مردمانی هستند که به جنگ سر و کار نداشتند، آدمای جنگاور نبودند. با ما جنگ کنید بعد میفهمید که جنگ چی است. وقتی که این گپ به گوش پیامبر میرسد، پیامبر اونها رو در بازاری بین قینقاع جمع میکنند، چون که مردم بین قینقاع مردم صنعتگر بودند. اونها سلاح میساختند، ظرفهای منزلی رو اونها میساختند، مردم آهنگر هم بودند و به همین سبب بسیارتر مردم سلاح بسیار داشتند و از دیگر یهودا دیده بسیارتر به جرأت و دلیرتر بودند. پیامبر اونها رو جمع کرده گفتن که آخه شما میدونید که من پیامبر خدا هستم، شما میدونید که من مثل موسی پیامبر هستم و اونها رو دعوت کردم به اسلام. اونها رو از عهد شکنی تنبیه دادن که عهد شکنی مکنید که آخرت توبه میشود. وقتی که پیامبر شوندن گفتن که تو هم فکر نکن که ما مثل قریشی آدمای جنگ نادیده باشیم. ما سالهاست که جنگ دیده شدیم و ما صاحب سلاح هستیم، صاحب فلان هستیم و تو را مغلوب خواهیم کرد. بعد از اون دسیسه هاشون باز زیادتر شد و هر شخصی که در بازار اونها از مسلمان ها رفت آمد میکرد اونها آزار و اذیت میکردند. از جمله زنی از مسلمان ها رفت تا اینکه چیزی رو اونجا فروشد یا چیزی رو خریداری کند. یهودا آمدن به آزار و اذیت شروع کردن، گفتن رو تو کشو، رو تو بینیم این و آن. وقتی که زنک سرکشی کرد، کسی از قفاش آمد و لباسش از دو طرفش بست. وقتی که زنک از جاش خست، عورتش گشاده شد. دیگر یهودا به خنده و مسخره در اومدن و یک مسلمان اونجا بود دیگر طاقت کرد نتونست، خست و یهودی که این کار کرده بود یهودی رو کشت. یهودا اون مسلمان رو کشتن. پیامبر به سرعت دخالت کردند و بنی قینقاع رو محاصره کردند. اینجا باز همون ستون پنجم دخالت کرد که منافقا بودن. ابن سلول بود، آمد پیامبر خیلی التماس کرد، زاره کرد، نشد. تا روایت میگه که پیامبر از گریبانشون گرفت، گفت که اینها دوستای ما هستند، ما با اینها هم پیمان بودیم پیش از آمدن تو، به اینها نیکی کن، این آن کن. پیامبر اخیراً رو رها کردن، گفتن خیر چیکار میخوان کنن، فقط که از مدینه برن روان. بعد اونها هر چی که داشتن با خود سلاح و مال و کالای هر چی داشتن با خود برداشتن به شام رفتن. دوم گروهی که با پیامبر صلح بسته بود این گروه بنی نضیر بود. بنی نضیر هم خیلی که همون طبیعت یهود بود، اینه که غداری، خیانت به عهد شکنی و فتنه و دسیسه و یعنی که با اون دیگه خوی گرفته بودن، دیگر گیلشون به همون شکل درآورده شده بود. اینها وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از جنگ احد آمدند، اینها نیز دسیسه رو شروع کردن. اینها فکر میکنن که پیامبر در این جنگ دیگر مغلوب میشه، دیگر شکسته شد، دیگر مسلمان‌ها دیگه با پا ایستاده نمیتوانند و پیامبر اومدن نزد اونها. دیگه یک شخصی رو پرسیدن، خونبه های یک شخصی رو پرسیدن،
اونها با خود گفتن خیر شما شینید ما به شما طعام بیاریم طعام خورید، لیکن برآمدن بارون مصلحت قتل پیامبر، مصلحت ترور پیامبر رو کشیدن و پیامبر که زیر دیوار و تکیه زده نشسته بودند کسی رو گفتن که تو برو از بلوش سنگ رو پرتاب کن تا اینکه محمد وفات کنه دیگر جان ما خلاص شود. و وحی آمد و پیامبر علیه السلام خبر داد. پیامبر برآمدن از اونجا به یک سرعت تیز برآمدن رفتن تا همراهشون صحابه‌ای که رفتن فکر این که پیامبر به اون کار عاجل همین نزدیکی ها هستن. لکن رفتن و با یهودای بنی نظیر آدم فرستادن گفتن که شما عهد شکنی کردید، شما می‌خواستید که ما رو ترور کنید و برای شما مهلت میدیم 10 روز از مدینه خارج بشوید. اگر کسی بعد از 10 روز دیده شد سرش زده خواهد شد. بنی نظیر هم دیگر شروع کردن به مال و کالای خودشون جمع کردن، لیکن بازم همون ستون پنجم رئیس منافقان ابن سلول دخالت کرد و آنها رو گفت که شما هیچ جا نروید، ما با شما هستیم، من 2000 مرد دارم از قبیله خودم که با من چیزی گفتم اونها اطاعت میکنند و شما رو از اینجا خارج شدن نمیمونیم، جنگ باشد جنگ بکنیم، محاصره باشد با شما همراه می نشینیم و محمد نمیگذاریم که شما رو از اینجا بیرون کند. لیکن البته این در سوره حشر اومده است یا در سوره بنی نظیر. البته این منافقا دروغ میگفتند، منافقا فقط اونها رو وعده های خالی خشک و خالی برای اونها میدادند و وقتی که ساعت جد و جهد آمد، ساعت جوانمردی رو نشان دادن آمد، دیگر اونها قفا زدند و یهودای بنی نظیر تنها گذاشتند و پیامبر علیه السلام اونها رو نیز محاصره کردند و در نتیجه محاصره تا 6 روز اولش یک واقعی عجیبی شد که اونها خواستن دوباره پیامبر رو کشند و یک نبال داشتند، یعنی که یک تیرزنی داشتند که با یک گروه 10 نفره آمده بود به نزدیک میخواست پیامبر رو کشد. علی ابن ابی طالب کمین گذاشت و اون مرد کشت، همراهاش گریختند و پیامبر صحابه رو اعزام کردند. چند نفر رفتن اون گروه یعنی که اون گردان اون گروه رو کشتند. بعد از اون یهودی بنی نظیر راضی شدن که از مدینه بیرون روان. پیامبرم بر اونها فقط اجازه داد که هر چی که شتر برداشته میتونه اونها گرفته میتونه همراهتون، که سلاح نمیگیره. اونها تقریبا با 600 شتر برآمدن از مدینه بیرون رفتن، لیکن عجایبی کار این است که وقتی برآمدنشون خانه‌هاشون رو به دست خودشون ویران کردن. چه قرآن میگه یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین، هم این طرف مسلمان‌ها خانه‌هاشون ویران میکردن، از اون طرف خود اونها ویران میکردن، تا حتی چوبی که با اون مثلا خانه‌هاشون سادن اون چوب‌ها رو هم با خود بردن، چون نمیخواستن که چیزی برای مسلمان‌ها گذارنده روان. حالا که اونها یک مهمانی بودن در نیم جزیره عرب، اونها هم وقتی شنیدن که پیامبر از همین منطقه نزدیکی برآمدنی هست به همین بهانه اومدن به پیامبر تا اینکه پیرو همین پیامبر شدند، لیکن همین پیامبر گوش نکردن و این جنایت ها رو مرتکب شدن در حق این پیامبر. و گروه سوم بنی قریظه هم تقریبا همین شکل است. اونها هم آمدن. بنی قریظه قصهش باز جالب‌تر است. اینها اصلا نمیخواستن عهد و پیمان خود رو شکنند، لیکن حیای ابن احطب یعنی که قبیله و همین بنی نظیر که به خیبر رفته بود دیگر از کینه و حسدش نمیگذاشت که آروم نشیند، خواست که مکگی ها رو جمع کند، پیمان کند با مکگی ها. برفت با اهل مکه با ابو سفیان پیمان بست، با قبیله غطفان پیمان بست، گفتن که باید محمد رو ریشه‌کن کنیم یک جایه. و اونها گفتن که در مدینه در داخل یعنی که در داخل مدینه بنی قریظه هست، آخرین قبیله یهودی که مونده بود. گفتن تو اونها رو نیز قانع کن تا اینکه اونها از داخل شورش بردارن علیه محمد، ما از بیرون میریم هجوم بکنیم، با همین دیگر اسلام در همون گهواره‌اش خفه میشود و نابود میشه. و حیای هم بعد اون که ابو سفیان اونها رو قانع کرد به مدینه اومد و با کلانای بنی قریظه نشست، اونها رو قانع کرد که تا با پیامبر شورش بردارن علیه پیامبر، عهدی که با پیامبر بسته بودن اون عهد رو شکنن. اونها هم در اول گوش نکردن تا اون شخصی به نام کعب بن اسد که همون چیز عهدنامه رو امضا کرده بود از بنی قریظه راضی نشد. گفت من محمد گفت یگون بدی ندیدم، حالا یگون عهد شکنی نکرد، از من به این کار نمیرم، لیکن حیای شیطانی کرد تا اینکه او رو قانع کرد به شکستن عهد. و آنها نیز راضی شدن تا اینکه با پیامبر علیه السلام جنگ کنن و از درون شورش بردارن، در حالی که مدینه از طرف احزاب محاصره است، که مشرکای مکه و غطفان و یهود. لیکن البته تیرشون به خاک خورد، نقششون بر آب بود و الله تعالی پیامبر خودش رو نصرت داد. یعنی اینجا ببینیم که یهودا از اول به غدر، به عهد شکنی، به خیانت همیشه مشهور بودن و این سه قبیله که با پیامبر بودن در مدینه و امضا کردن عهدنامه خودشون شکستن از اول، در حالی که پیامبر با اونها از در صلح در اومده بودن، از در دوستی در اومده بودن، از در انسانی در اومده بودن، لیکن اینها باز اومدن همین کارو تکرار کردن که امروز ما باز دیده ایستادیم.
مثلا از همون سال 48 دولتی که دولت اونها ساخته شد 49 وقتی اعتراف شد، اونها تا حال هر عهدنامه میبندن حتما میشکنن. این زمین رو برای شما میدیم، میگم فلسطین رو فریب میکنن، باز این کار، باز عهد میکنن، باز میشکنن، عهد میکنن، باز میشکنن. یعنی قومی هستن که غدار، قومی هستن که اصلا با خدا عهد شکنی کردن، با خدا کش مکش کردن، با خدا خرید فروش کردن. یعنی یک مسئله گاو مثلا ببینیم اگر با خدا چقدر کش و کش کردن، با پیامبر خود حضرت موسی علیه السلام اینقدر کش و کش کردن. خدا تعالی از فتنه آنها امتی محمد صلی الله علیه و سلم را نگه دارد و نصرت الله تعالی همیشه با امتی محمد صلی الله علیه و سلم است، دیر یا زود. با همین حلقه را به خاتمه میرسانیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.